خب سلام خدمت دوستان عزیز. ما میخوایم عمل کار لیسه‌گیری رو انجام بدیم. متاسفانه عزیزان بی‌انصافی بودن که حالا با کلید یا یه وسیله تیز خطای بد و عمیقی روی این سطح در انداختن و به این شکل در اومده این ماشین. ما به خاطر اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم اول باید سطحمون رو تمیز کنیم، چربیش رو بگیریم و بعد با استفاده از آب و سنباده سطح رو کاملا تمیز بکنیم. بعد از اینکه تمیز شد اول با استفاده از رنگ و کیلر ادامه کارمون رو انجام میدیم که حالا تو تصویر خواهید دید. باید توجه داشته باشید که زمانی که سنباده میزنید به هیچ عنوان سنباده‌تون خشک نباید روی سطح رنگ کار کنه. حتما با آب رطوبتش رو حفظ کنید. به هیچ عنوان نباید روی سطح کار رو فشار دست باشه. فقط باید سنباده‌تون رو سر بدین روی سطح رنگ. خب عزیزان، بعد از اینکه سنباده کاریمون تمام شد، البته اینم یادآوری کنم که حتما یا از سنباده 2000 یا 3000 استفاده کنید، زیادتر از اون نباشه. تمیز میکنید سطح کارو. بعد از اینکه تمیز شد یه بار با دستگاه پولیش البته یه تست میزنید، چون بعضی از خطای سطحی امکانش هستش که همون با ماساژ دادن کیلر سطح رنگ هست محو بشن. بعد اگه نشد چربی زدایی میکنیم و با استفاده از لیسه‌گیری کارمون رو ادامه میدیم. خب همونطور که ملاحظه میکنید ببینید ما سنباده کاریمون رو انجام دادیم، بعد از دستگاه پولیش استفاده کردیم و ملاحظه میکنید ببینید این خط با پولیش حذف میشه، ادامهش کاملا محو شده. ولی این یکی خطا به صورت دوندون باقی مونده یا این یکی به صورت یک دست باقی مونده. این خطای عمیق هستش. پس اینا رو ما باید حتما با استفاده از رنگ و کیلر حتما لیسه‌گیری انجام بشه. حالا ادامه کار رو با هم میبینیم و نتیجهش رو ملاحظه میکنیم. خب عزیزان، ما سطح رو کامل تمیز کردیم. حالا نوبت به این رسیده که اون خطوط عمیق رو لیسه‌گیریش رو انجام بدیم. شما رنگ رو میتونید یا ابتدا رنگ رو روی سطح کار بزنید و بعد یه بار تو مرحله آخر کیلر رو بزنید، یا میتونید رنگ و کیلر رو با هم قاطی کنید که البته یه خورده زدنش سخت‌تر میشه. باید این عمل زدن رنگ رو اونقدر ادامه بدید تا سطح عمیق خطوط کاملا هم سطح رنگ بشه و بعد 2 مرتبه یه سنباده نرم روی کار بکشید. میتونید از کارتک ژله‌ای و یا فلزی استفاده بکنید، فرقی نمیکنه. اون بستگی به راحتی بودن شما داره. یه دستمال پنبه تین که آغشته به تینر باشه باید کنار دستتون باشه تا قسمت اضافه رو پاک کنید در سطح کار.
دوستان عزیز، ما رنگمون هم زدیم روی مسیر خطی که افتاده بوده. حالا باید این رو گذاشتیم خشک شده کاملا. بعد از اینکه خشک شد با استفاده از سنباده باید هم سطحش کنیم. اونقدر آروم و با حوصله این کار رو انجام میدید تا رنگ اضافه اطراف حفره‌ای که ایجاد شده بوده ساییده بشه و از بین بره. هر از گاهی هم با استفاده از دستمال محل کار رو خشک بکنید، یه چک بکنید، بعد ادامه بدید. دوستان خسته نباشین. این تقریبا دیگه کار ما رو به اتمام هسته. ما لیسه‌گیریشو انجام دادیم، خشک‌کن زدیم به همراه کیلر و حالا خشکش میکنیم. مطمئن شدیم که خشک شد، یه پولیش نرم میزنیم و کار با امید خدا تمام. خب اینم از کار قلمگیریمون که تقریبا میشه گفت 90% اون خط و خشا از بین رفته. البته اینم باید بدونی که خشگیری هیچ وقت 100% مثل رنگ اول نمیشه.